سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 17 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه نوازندگیشو کار کنیم و یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 17 ترن قشنگ من. اول از هر چیز وقتی ما میخوایم یه قطعه رو کار بکنیم باید نگاه بکنیم به عدد میزان یا میزان نما، چیزی که اول قطعه بعد از کلید سل و اون سرکلیدها برامون آورده. خب اینجا عدد میزان ما 2/4. 2/4 یعنی چی؟ یعنی ما توی هر میزان 2 تا نوت سیاه داریم. پس ما یه قطعه 2 ضربی داریم. باید شمارشمون به صورت 2 تایی بشه، یعنی 1 2. و چون توی قطعه ما علاوه بر نوت سیاه نوت چنگ هم داریم، پس توی شمارشمون باید و هم اضافه بشه، یعنی ضرب‌های ما باید به 2 قسمت تقسیم بشه که جاهایی که می‌خوایم نوت چنگ اجرا بکنیم بدونیم فاصله زمانیمون چقدر باید باشه. پس شمارش این قطعه به صورت 1 و 2 و میشه، همونطور که توی همون میزان اول کتاب خودش برامون مشخص کرده. از نظر جمله بندی حالا جمله به جمله با همدیگه کار میکنیم، میریم جلو. 2 میزان اول رو با همدیگه میزنیم، 2 میزان بعدی رو با همدیگه میزنیم. فعلا 2 میزان تقسیم میکنیم و میریم جلو. نوتامون توی 2 میزان اول هست سل، سی، سل، فا، می. بسیار عالی. سل، سی، سل، فا، می. روی سنتور میخوایم اجراش بکنیم. سل، سی، سل، فا، می. در مورد نوت می توی ویدیوهای قبل توضیح دادیم. نوت می همیشه روی خرک هشتم باید اجرا بشه، فقط زمانی که علامت کرون داره روی خرک اول میزنیم. نوت می که اینجا روی خط اول برامون نوشته هم روی خرک هشتم سیمهای زرد اجرا میشه، هم روی خرک اول سیمهای سفید. این که از کجا بفهمیم باید بالا بزنیم یا پایین بزنیم بستگی به همون علامت کرون داره. اگر کنارش علامت کرون داشت خرک اول سفید میشد و الان که نداره باید خرک هشتم زرد بزنیمش. پس این نوت هایی که توی این 2 میزان داشتیم همگی رو سیمای سفید هستن، به غیر از نوت آخر که نوت می هست میره رو سیمای زرد. پس شد سل، سی، سل، فا، می. با شمارش اگه بخوایم اجراش کنیم میشه 1 و 2 و 1 و 2 و. بعد از این 2 میزان علامت تکرار 2 میزان قبل داریم. پس همین 2 میزانی که الان زدم رو دوباره باید تکرار بکنیم. میریم به سراغ 2 میزان بعد. نوتامون هست سل، لا، سی، دو، سی. نوتایی که بالای 5 خط حامل هستن مربوط میشن به نوتای محدوده سیمای پشت خرک. از نوت سل شروع میکنه، میزنه سل، لا، سی، دو، سی. این علامت بمول که کنار نوت لا اومده، علامت شبیه بی کوچیک انگلیسی، مربوط میشه به کوک کردن ساز. شما تو نوازندگیتون هیچ کار خاصی براش نمیخواید بکنید. اگر که نگاه کنید روی خرک‌های سیمای سفید سنتورتون میبینید که همه خرک‌ها توی یه ردیف هستن، فقط خرک لا یعنی خرک چهارم یکم به سمت راست متمایل هست و توی ردیف بقیه نیست. این به خاطر همون علامت بمولی هست که کنار نوت لا اومده و این مربوط به کوک میشه. حالا دقیق تر جلوتر براتون توضیح میدم با جزئیات که این بمول اصلا چی هست، چی کار میکنه و ما چطور باید این رو روی سازمون پیاده کنیم. در مورد حالا کوک کردن اینا جلوتر مفصل صحبت میکنیم. پس شما فعلا کار خاصی نمیخواد انجام بدید. روی سیمای پشت خرک از نوت سل میریم بالا. سل، لا، سی، دو، سی. اگر با شمارش بخوایم اجرا کنیم میشه 1 و 2 و 1 و 2 و. 2 میزان بعد خط دوم نوتامون هست دو، سی روی سیمای سفید و میزان بعد دوباره دو، سی روی سیمهای زرد. پس روی سیمای سفید میزنیم دو، سی، روی سیمای زرد میزنیم دو، سی. پس اگر که توجه کنید از 2 میزان آخر خط اول نوتامون بود سل، لا، سی، دو،
یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. خط دوم میزان سوم و چهارم نوتامون هست سی 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 می می، سی 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 می می. باز دوباره این می که بین خط 4 و 5 هست خرک هشتم سفید اجرا میشه. اگه کرون داشت میشد خرک اول پشت خرک. یک و دو و یک و دو و. دو میزان بعد یعنی میزان آخر خط دوم و میزان اول خط سوم نوتامون هست سی 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 می که این می که رو خط اوله خرک هشتم زرد میشه. میزنیم سی 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 می. پس اگر بخوام این دو جمله رو بزنم یعنی از میزان سوم خط دوم نوتامون هست سی 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 می می سی 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 می. بسیار خوب. بالای نوت می یه علامت حالت نیم دایره داره که روش نقطه هست. این علامت رو بهش میگیم نقطه توقف یا فرماتا هم بهش میگن. این معنیش اینه که ما اجازه داریم روی نوت می بیشتر از کشش خودش مکس بکنیم. یعنی اینجا یه نوت سفید داریم که ارزشش 2 شماره است. یعنی ما وقتی میزنیم میگیم یک و دو و بعد بعدش نوت بعد رو اجرا بکنیم. اما این علامت وقتی رو نوت میاد یعنی اینکه ما اجازه داریم بیشتر از مقدار ارزش اون نوت صبر بکنیم، کشش نوتمون رو بیشتر بکنیم. بعد از اینکه اینو اجرا کردیم یه دولا خط تکرار داریم که قطعه بر میگرده از اول دوباره کل این قسمت تکرار میشه. خب بعد از این اون جوابی که نوشته اول میزان دوم تو خط سوم، این جوابی که اینجا اومده یعنی اینجا جاییه که قرار نیست شعر خونده بشه، فقط ساز زده میشه. خب نوتامون هست سی می می، سی ر ر، سی دو دو، سی سی سی. پس اون نوت سیمای زرد رو نوت سی زرد ثابت میمونه و اون نوتای سفید یکی یکی از نوت می میاد پایین. سی می می، سی ر ر، سی دو دو، سی سی سی. میزنیم سی می می، سی ر ر، سی دو دو، سی سی سی. با شمارش اجراش میکنم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. میریم سراغ دو میزان بعد. خط چهارم دو میزان اول نوتامون هست فا 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 سی، فا 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 سی. با شمارش یک و دو و یک و دو و. مواظب این نکته باشید، معمولا هنرجوها اشتباه میکنن، فکر میکنن اینجا که این دولا خطه روشون بره باید برگردیم از اون قسمت جواب تکرار بکنیم، در صورتی اینطور نیست. اون قسمت جواب دولا خط تکرار بسته شده که ما باید برگردیم از اول تکرار بکنیم. اینجا هم که قسمت شعر هست دولا خط تکرار باز شده، پس این قسمت قرار نیست دوباره تکرار بشه. میریم سراغ قسمت بعد، قسمتی که باز نوشته شعر، باید رو شعر خونده بشه. خط چهارم میزان سوم و چهارم نوتامون هست ر فا ر دو دو سی، ر فا ر دو دو سی. تکرار دو میزان دوباره یک و دو و یک و دو و. خط بعد خط پنجم نوتامون هست ر می فا سل سل فا. به راست و چپش توجه بکنید، دو تا راست داریم یه دونه چپ. ر می فا سل سل فا. دوباره میاد رو سیمای سفید سل سل فا، میره رو سیمای زرد سل سل فا، سل سل فا، سل سل فا. پس من اگه بخوام کل این خط رو اجرا بکنم با شمارش میشه یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. میریم سراغ جمله بعد، میزان آخر
خط پنجم نوتامون هست فا 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 و اول خط بعد داریم سی سی، پس میزنیم فا 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 سی سی با شمارش 1 و 2 و 1 و 2 و دو میزان آخر دوباره فا 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 و یه دونه سی که این بار سی باید رو سیمای زرد اجرا بشه چون پایین 5 خط حامله. فا 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 سی با شمارش 4 میزان آخر میشه فا 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 سی سی فا 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 سی 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و باز دوباره اینجا روی نوت آخر علامت فرماتا رو داریم که باز دوباره اجازه داریم که بیشتر از کشش نوت صبر بکنیم و بعد دولا خط تکرار که برمیگرده از خط چهارم میزان سوم دوباره این قسمت تکرار میشه. دقت کنید که توی تکرارش باز باید تکرار دو میزان رعایت بشه و میایم تا آخر و اون فینه آخر به معنی پایان قطعه هست. حالا من یه دور از اول تا آخر قطعه رو براتون با شمارش اجرا میکنم. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و تکرار از اول 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 1 و 2 و 1 خب یه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما بتونید قطعتون رو با مترونوم هم اجرا بکنید. مترونوم به شما کمک میکنه که هم سرعت رو در طول قطعه ثابت نگه دارید، هم فاصله ها و کشش نوت ها رو بتونید دقیقاً همون قدری که هست تنظیم بکنید و همین تمرکز رو به شما میده که بعدها اگر خواستید توی استودیو آهنگی ضبط کنید یا اگر خواستید یک هم نوازی داشته باشید با یه نوازنده تنبک یا با یه خواننده یا با هر ساز دیگه‌ای، ریتم شما دقیق باشه، سرعت ها و کشش ها رو دقیق رعایت بکنید و بتونید هماهنگ با بقیه ساز بزنید. خب این قطعه دو ضربی مترونومش رو باید رو دو تایی تنظیم بکنیم. سرعت هم گفته 66. اون عبارتی که کنار 66 نوشته لارگتو، اتو وقتی کنار یک صفتی میاد توی زبان ایتالیایی یکم کم رنگش میکنه، کمش میکنه. مثلا خود لارگو به معنی آهسته هست، وقتی میگه لارگتو یعنی یه ذره آهسته، نه به اون آرومی. الان اگر قطعه 16 رو نگاه بکنید، قطعه 16 سرعت 60 و کنارش لارگتو نوشته، لارگو نوشته، اما این قطعه سرعت 66 یعنی یک کم تندتره، به خاطر همین عبارت توصیفی شده لارگتو یعنی یه خورده آروم. بسیار خوب، من مترونوم تنظیم کردم با سرعت 66 براتون اجراش میکنم. دقت کنید که مترونوم فقط 1 و 2 رو به ما میده، دیگه وها رو نمیده، خودمون باید وها رو وسطش اضافه بکنیم. 1 2
1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و تکرار. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.